یکی از مسائلی که بسیار مطرحه اینه که بسیاری افراد میپرسن که چرا زندگی ما تغییر نمیکنه، چرا ما در زندگیمون تحولی وجود نداره. اولین نکته‌ای که من خدمت عزیزانم عرض کنم این است که سرچشمه مشکلات ما تردیدی است که ما در توانایی خودمان احساس میکنیم. اون تردید باعث میشه که روی عزتمندی ما اثر بذاره و همین عزتمندی آسیب دیده است که باعث میشه ما دچار تأخیر یا توقف میشیم. فکر پرواز کنی یا زنجیر، فکر زنجیر کنی یا پرواز، در همان میمانی. فکر زنجیر کنی یا پرواز، فکر پرواز کنی یا زنجیر، در همان میمانی. من تأکید میکنم که قفس‌ها از آهن ساخته نمیشن. قفس‌ها از فکر و خیال و توهم ساخته میشن. نکته دوم این که خیلی ها پشت این دیوار اگر میمانند. اگر اینطوری بشه، اگر این پول بیاد، اگر این پروژه تمام بشه، اگر خدمت سربازی به پایان برسه، اگر دوره دانشجویی تمام بشه، اگر این خبر بشنوم، اگر اون خبر رو بشنوم. این اگرها تا زمانی که ما مبتلا به دیواری اگر هستیم کاری از پیش نمیره. این اگر رو باید گذاشت کنار. سومین نکته‌ای که باید خدمت عزیزانم عرض کنم این است که به قول سقراط ما مبتلا به تر شدیم. سقراط میگه که انسان میتواند با همین امکاناتی که دارد به خوشبختی نائل شود، اما بدبختی انسان از نقطه‌ای آغاز شده که اون میخواهد خوشبخت‌تر بشود از همسایش، خوشبخت‌تر، ثروتمندتر، از باجناقش، از جاریش، از عموش، از پسر عموش، خوشبخت‌تر، ثروتمندتر، موفق‌تر، با موقعیت بهتر و وسیع‌تر. تا زمانی که این تر وجود داره و ما این تر رو با دیگران به قیاس گذاشتیم، راه به خوشبختی و آرامش نخواهیم برد. نکته بعدی این که ما مبتلا شدیم به تقلید، یعنی الگوهای ما که ازشون بهره برداری میکنیم برای ما یه نسخه کپی شده هستن که اونها رو تقلید میکنیم. روش های ما، مطالعات ما مبتنی بر تحقیق نیست، یا تقلیدیه یا تطبیقیه. یعنی یا ما عین یه روشی رو از یه منطقه، یه سرزمینی، یه گروهی، یه جامعه‌ای گرفتیم، اون رو برای خودمون، تو جامعه خودمون، تو خانواده خودمون، تو سازمان خودمون عیناً همون رو میخوایم انتقال بدیم. یا اینکه خیلی که هنر کنیم میایم تطبیقی عمل میکنیم، اون روش رو از آن منطقه میگیریم و بومی سازیش میکنیم. این هم راه به جایی نمیبره. مطالعه اگر مبتنی بر تحقیق در خود منطقه، در خود حال ما، خانواده ما و سازمان ما نباشه، در خود شرایط فعلی راه به جایی نخواهد برد. نکته بعدی این است که نکته بعدی و دلیل بعدی که چرا ما رشد نمی کنیم، چرا ما تحول پیدا نمی کنیم، این است که ما مبتلا شدیم به خوشبینانگی.
برنامه های ما و برنامه ریزی های ما عمدتاً مبتنی بر 2-3 برابر واقعیت توانایی خود ماست. مثلا بعضی از بچه ها رو من دیدم برای کنکور میخوان برنامه ریزی کنن، از شنبه ساعت 7 تا 8 فیزیک، 8 تا 9 شیمی، 9 تا 10 زبان، 10 تا 11 ریاضی. این فرد بر مبنای حالی که الان داره برنامه ریزی میکنه، نه بر مبنای واقعیت توانمندیش در آن زمانی که قرار این برنامه رو اجرا کنه. نکته بعدی که ما بهش مبتلا هستیم بحث تأخیره. یکی از دلایلی که ما تحول پیدا نمی کنیم، مدام اقدام رو میندازیم به بعد و اون بعد به بعد. یعنی ما مبتلا شدیم به تأخیر به خاطر بسپریم خطر تأخیر در تصمیم گیری و بالاخص در اقدام هزاران بار از خطر یک تصمیم یا یک اقدام اشتباه بالاتر. مشکل بعدی که ما داریم در رابطه با تحول پذیری بحث تکراره. ما مبتلا میشیم به تکرار، یعنی یه مسئله رو بر همان راه، همان مسیر، همان روش هی تکرار میکنیم و فکر میکنیم که این بار قراره یه تحول ایجاد بشه. ما تا زمانی که مبتلا به این تکرار هستیم، یعنی برای رسیدن به آن نقطه هدف راه و روش ها رو عوض نمی کنیم، همین نتیجه ثابت رو داریم. مثل داستان 2 نفری که شرط بندی کرده بودن روی این که این فیلمی که الان میبینیم مسابقه اسب سیاه و سفیده، اسب سیاه میبره یا سفید. در پایان فیلم خب نشون داد که اسب سفید میبره. اون بازنده که روی اسب سیاه شرط بسته بود، موقعی که پول رو داد به برنده بهش گفت من در عین حال یه عذرخواهی هم به تو بدهکارم. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه من این فیلمو 5-6 بار قبلا دیده بودم و دیده بودم که اسب سفید برنده شده، ولی گفتم احتمال داره ممکنه الان اسب سیاه برنده بشه. این بود که اسب سیاه رو شرط بسته بودم. این حکایت خود ماست. یعنی مایی که 10 بار یک روش رو بارها و بارها امتحان کردیم و رسیدیم به نتیجه اون، باز هم مصریم که بر همان روش برسیم به اون نقطه هدف، در حالی که این قضیه امکان پذیر نیست. نکته بعدی که باید خدمت شما عرض کنم بحث انگیزه است. ما تصور میکنیم اگر امسال یه انگیزه ای رو برای انجام یک کار پیدا کردیم، این انگیزه قراره تا پایان سال و تا رسیدن به اون نقطه هدف همچنان به قوت خودش به عنوان محرک با ما همراه باشه، در حالی که اینطور نیست. دقیقاً مثل دوش آب گرفتن یه انسان چند بار در هفته دوش آب میگیره؟ 2 بار، 3 بار، 4 بار. هر بار هم که قرار ما بر آن هدف مصر باشیم، نیاز به این است که اون انگیزه تازه تر بشه. مگه میشه یه نفر بگه که من 1 بار دوش گرفتم برای 1 سالم کافیه؟ انگیزه رو تقویت کردن عین هر از گاهی دوش گرفتنه. ما مدام به تجدید این انگیزه و به نوپیدایی این انگیزه و نوجلوگی این انگیزه نیاز داریم. نکته بعدی که باید خدمتون عرض کنم این است که اگر قرار است ما مترصد تحول باشیم، باید حواسمون به شاخص ها باشه، نه به شخصیت ها. ما کاری به شخصیت های پیرامونی نباید داشته باشیم. اگر قرار باشه اون هدف مبتنی بر یک ارزش و یک شاخصی باشه که برای ما اهمیت داره. نکته بعدی که باید عرض کنم خدمتون این است که
تمام موفقیت هایی که به دست آمده مبتنی بر یک انگیزه‌ای بوده که ما رو تقویت کرده. لذا آنچه که شما رو به موقعیت و به موفقیت فعلی رسونده لزوماً برای ادامه مسیر کافی نیست. ما باید حتماً دلایل قوی‌تر، انگیزه‌ای محکم‌تر برای ادامه مسیر داشته باشیم. نکته بعدی بحث صبره. برای اینکه ما تحول رو دریافت کنیم به صبر نیاز داریم. تأکید میکنم تمام موفقیت هایی که توسط انسان های صبور به دست آمده همان موقعیت هایی بوده که توسط انسان های عجول و شتاب زده از دست رفته. نکته بعدی این که ما برای تحول پذیری حواسمون باشه دیروز رو اجازه نداریم وارد امروز کنیم. ظرف امروز فقط مال امروزه. خداوند عالم حادثه رو آفرید برای عبرت، برای اینکه تو در حالت بهتر باشی با عبرتی که از گذشته دریافت کردی. ما اجازه نداریم عبرت رو تبدیل به حسرت کنیم. ظرف امروز برای خود امروزه. ما اجازه نداریم غم دیروز و حسرت دیروز رو بریزیم تو ظرف امروز. ما اجازه نداریم اضطراب فردا رو در ظرف امروز خالی کنیم. امروز فقط برای امروز است و بس. نکته بعدی که من باید خدمت شما عزیزانم تأکید کنم این است که اولین گام تحول پذیری، اولین گام ورود به موفقیت این است که پا بذاریم روی بهانه‌های خودمون. بنابراین اولین گام برای ورود به حادثه، برای ورود به تحول، برای ورود به تعالی این است که پا بذاریم روی بهانه‌های خودمون. نکته بعدی این که اونقدر به دنبال مفقود نگردیم که موجود رو هم از دست بدیم. ما به میزان توانایی و به میزان سعی که در ظرف وجودمون هست میتونیم فعالیت کنیم برای یافتن آن گم شده. باز هم تأکید میکنم اونقدر به دنبال مفقود نگرد که موجود را هم از دست بدهی. نکته بعدی این که به محض آنکه یکی از دلایلی که ما تحول پیدا نمی کنیم این است که به محض آنکه چشم از هدف بر می داریم موانع اونقدر بزرگ نشون داده میشن که ما دیگه از پرداخت و اصرار و رسیدن به هدف امتناع می کنیم، باز می مانیم. بنابراین ما تا رسیدن به نقطه هدف مدام باید چشممون به هدف باشه. حتی برای یک لحظه هدف رو از ذهن و ضمیر و افق دید خودمون خارج نکنیم، چون در غیر این صورت موانع بسیار خود را بزرگ نشان میدهند. نکته بعدی که باید خدمتون عرض کنم این است که امام رضا علیه السلام فرموده ای انسان 4 چیز را در خود نگاه دار تا به تحول، به رستگاری برسی: لبخند، ایمان، امید و ادب. لبخند، ایمان، امید و ادب. اگر کسی این 4 مورد رو در خودش نسبت به رسیدن به هدف داشته باشه و جاری کنه قطعا موفقه.
نکته آخر این که بسیاری از انسان‌ها با زندگی مثل بادکنک رفتار میکنن. بسیاری از انسان‌ها از ترس ترکیدن این بادکنک لذت استفاده از اونو هرگز تا آخر عمر نخواهند برد، فقط از ترس این که این بادکنک بترکه. بسیاری از انسان‌ها لذت زندگی کردن رو فقط به خاطر ترس از یک حادثه، یک اتفاق، یک پیش آمد لذت زندگی رو از دست میدهند. موفق باشید.